ما به چیزی که میخواستیم رسیدیم. آره. اسمش باوره. با شاهزاده لارنس ازدواج کرده. منظورم اینه که بیشتر از... اسمش باور بود. بله. بعد با شوهرش صحبت کنیم. فکر میکنی کار اون بوده؟ نه فکر نکنم. اما باید در مورد همسرش بهش بگیم. هر اطلاعاتی از افسانه‌های در ارتباط با ما تو همین کتاب پیدا میشه. هرچند ما اسمشو فهمیدیم، ولی اگر دوست داری یه نگاهی بهش بنداز. من. و مطمئناً این باید من باشم. رفیق منو. جنگلبان؟ آره. و تبرش. هر جفتشون. یادم اومد داستان چیه. دلبر توی روزایی که شادتره و مردش دیو. جالبه. کالین و برادراش. اینم همونه. در زمانهای دور. ایکاباد کرین که از ترس خراب کرده. چی؟ رئیست تو جاودانه ترین لحظش. فهمیدنش سخته که چطور داستان با فرارش تموم شد.